برنج چی انتظار داریم؟ سیر کننده باشه، حجم داشته باشه و خب طعم خوبی هم داشته باشه. این سوپر غذا، این غذای دارویی که میخوام بهتون معرفی بکنم، علاوه بر همه اینها رژیمیه. کمک میکنه به لاغری شما، برای LDL چربی بد خون موثره، برای فشار خون بالا تحقیقات نشون داده اثر خوبی داره و همینطور برای پوست شما. و اون ماش پخته است، یه غذای خوشمزه، واقعا خوشمزه. امتحان بکنید. ماش رو بذارید بپزه با آب کم، ادویه، روغن، نمک اگه دوست داشتین بهش اضافه بکنید و مثل برنج قاشق کش بکنید. درست ظاهر سفید و خوشگل برنج رو نداره، اما واقعا نیاز شما به برنج رو میتونه برطرف بکنه. و نکته مهم، قند پایینی هم داره. از طریق سنسوری رو به من نصب شده. خودم شخصا چک کردم میزان قندی که برام آزاد شد و تقریبا خیلی خیلی کم بود و این نشون میده که برای دیابتی‌ها هم عالیه. تو کامنت‌ها بنویسین که هفته چند مرتبه از ماش استفاده میکنید. یک جر نون و برنج. امروز برنج خوردم. میخوام تجربه شخصیمو از این دوره بهتون بگم. یکی این که شما خیلی دیر گرسنه میشید. من میزان وعده‌های غذاییم در طول روز یک وعده یا نهایتاً دو وعده بود. اگه بخوام ادا در بیارم واقعا سیر بودم. ببینید این نون و برنجی که شما رو زود به زود گرسنه میکنه. امتحان بکنید. قند بالایی وارد بدنتون میشه، بعدش افت قند و گرسنگی مجدد. اما با مصرف پروتئین مناسب شما از درون واقعا سیر میشید. برخلاف بعضیا که میگن نون و برنج حذف بشه ریزشمون بیاره، من ریزشمون شخصا نداشتم، چون میوه و سبزی رو به اندازه کافی و مناسب مصرف میکردم. کاهش وزن خوبی رو تجربه کردم و حس خیلی خوبی دارم. البته من نمیخوام بگم که کلا نون و برنج رو شما هم حذف بکنید. خیلی ممکنه سختشون باشه.